تیگ یا جوش تنگستن گاز خنثی که یکی از انواع جوشکاری‌های قوس الکتریکی محسوب میشه. بر اساس نامگذاری انجمن جوشکاری آمریکا این فرایند با نام جوشکاری GTAW نیز کاربرد داره و در اون از یک الکترود غیر مصرفی از جنس تنگستن یا آلیاژهای اون برای انتقال جریان الکتریسیته بین قطع کار و الکترود و ایجاد قوس الکتریکی استفاده میشه. در جوشکاری تیگ حوضچه مذاب کاملا قابل مشاهده هست و احتمال اکسید شدن منطقه تحت حرارت و حتی الکترود وجود داره. بنابراین به منظور حفاظت از حوضچه مذاب در مقابل عناصر اکسید کننده و مخرب اتمسفر از گازهای خنثی استفاده میشه. متداول ترین گاز خنثی مورد استفاده در این روش جوشکاری آرگون هست و به همین دلیل به این روش جوشکاری آرگون نیز گفته میشه. جوشکاری تیگ آرگون به هر دو صورت با فلز پرکننده یا سیم جوش و یا بدون فلز پرکننده قابل انجام شدن هست و برای انواع فلزات آهنی یا غیر آهنی در محدوده گسترده‌ای از ضخامت ها کاربرد داره. جوش آرگون به دلیل کیفیت جوشکاری بالا، ایجاد جوش تمیز و ظریف و امکان جوش دادن ورق‌های نازک کاربرد گسترده‌ای در صنایع مختلف داره.